یک جوان بود، خیلی زیبا بود و خیلی آدمی با غیرت بود، آدمی دیندار بود و در همان محله، در همان شهر پیشوا بود. و یک زن میگوید بسیار به این جوان، به این پیشوا، به این عالم عاشق شد و خواست از او یک استفاده برد. هر راه ها را میکافت، نمیافت. عاقبت چیکار کرد؟ عاقبت میگوید غلام خود روان کرد که رفته این عالم را بگو که من یک مسئله را از او پرسان میکنم، یک مسئله شریعتی را بگو که به پیش من بیاید. وقتی میگوید این جوان آمدن، این زن در حال میگوید همان لباس های شب خواب کنکش را در بر کرد، چه زیب و زینت داد، پیشای بر کشاده کرد. وقتی این مرد میگوید در آمد، در حال میگه درها را امر کرد که درها را بسته کنید. درها میگه بسته شد و این جوان در حیرت ماند. این چه حادثه است؟ گفت من از تو سؤالی ندارم، برای من هیچ مسئله شرعی تو لازمم نیست، لیکن من به تو عاشق شدم، من میخواهم از تو استفاده برم. اگر به من نزدیک نمیشوی، گفت الحال، گفت در همین شهر، گفت تو را من شرمنده میکنم. البته این گونه تهمت ها در راست آدم های دیندار زیاد است. او شرطی دارم، اگر شرطی مرا اجرا کنی مرحمت. گفت چی شرط داری؟ گفت با من یک جایه میشوی، خلاص میبرای میره. یا گفت این غلامی که میبینی پا و دستش بسته هست، اینو میکشی، یا این یک پیاله قدحی که پر از عرق است، اینو مینوشی، کدامی از اینا اختیار میکنی؟ گفت تمام، من دروازه تا کشاده میکنم برای تو جواب. این پیشوا میگد فکر کرد که کشتن انسان خیلی گناهی وزنین است. غلام کشتن این وزنین، زنا کردن از اون ده بدتر. میلش همین عرق می نوشم و از اینجا خلاص می شوم و سوی پروردگارم زاره و تولا میکنم. این برای من درس می شود. گو من همین قدح می نوشم. گو اختیار داری مرحمت. میگوید قدح خیلی، میگوید همون درجهش بلند بود، میگوید خیلی سخت بود. میگوید وقتی همین یک پیاله را نوشید، یک زمان ناگذشته میگوید که این جوان میگوید الکه، میگوید دیگرگون شد. وقتی میگوید حالتش دیگرگون شد، باز میگوید از این زن طلب کرد پیاله دیگر بریز. باز میگوید دویم ریخت، سیوم شم خورد. وقتی نوشید میگوید دیگر الکه چی شد؟ الکه از عقل بیگانه شد. میگوید خواست بالای زن هجوم کند. برای آدمی مست، چی مادرش باشد، چی خواهرش باشد، چی همسایش باشد، وای فرقی ندارد. امروز ما و شما از قصه ها و از مجله ها خوانده ایستاده ایم که همه کارها در حالت مستی می شود. چی کشتار است، چی زنا است. همین کزیناهایی که امروز پیدا شدن، همونها در حالت مستی همه کار انجام می دهند. اگر وای هوشیار باشد، کمی ذره ایمان کی دارد، وای در این کار قادر نیست. وای مست میکنن، بعد وای البته به همه کار قادر می شود. بگید خواست که بالای این زن هجوم کند و با این زن یک جایه شود. این زن گفتن نگفتم به من نزدیک نشو، تا اگر همین غلام نمیکشی به من نزدیک نمیشوی. گفتن هیچ گپی نه، کار دا گرفتن، دیگر عقل نیست، فراست نیست. این غلام میگه کشت و بعد کشتن میگه این زن دیگر داد و فریاد زد، اعلان کرد بیایید که این خانه من در آمده است. بینید همه سرچشمه همه این از چی سر شد؟ از عرق سر شد. این از ضرر البته به البته عرق برای هر یک فرد مسلمانی که اگر عقل و فراست داشته باشه.